حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. واقعا باعث افتخار منه که دارم صدای ناز شما رو میشنوم. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. آقای انصاری، من جوانی هستم شیعه. بله. و خیلی هم اعتقاد دارم به حضرت عمر، میدونی؟ ولی بعضی از این واقعا من نمیدونم به این شیعه یا باید گفت شیعه یا باید گفت یهودی، واقعا نمیدونم. خب شما از رشادت‌های عمر بگین، شما از بزرگواری‌های عمر بگین تا این احمق‌ها، خیلی معذرت میخوام، بدونن که مثلا عمر کی بوده، چه شخصیتی یار پیغمبر بوده، چرا مثلا بی جهت زنای پیغمبر دارن توهین میکنن. بابا خانواده پیغمبر لایق توهین نیست، میدونید؟ بله کاملا. بعد اینا واقعا اصلا اینا فکر نکنم شیعه باشن، اینا به خدا یهودی هن. شیعه اینطور نیست آقای انصاری. شیعه پیغمبر که را دوست میداره، هیچ اصحابشو بزرگ اصلا نوادگانش همه را دوست داره. واقعا من متاسفم برای این مردم که بعضی ها زنگ میزنن فوش میدن فلان میکنن، اصلا یه کارهای حد و اطفالی در میارن برای خودشون. شما محبت کنید از بزرگواری های این مردان، واقعا مردان تاریخ سازی بودن. ما ایرانی ها همیشه میگیم ما مسلمونیم. بابا ما را کی مسلمون کرد؟ ما که آتش پرست بودیم. اگر ما مسلمون شدیم، واقعا حضرت عمر ما رو مسلمون کرد. پس چرا ما آقا اینو توهین میکنیم بهش، به خودش، به خانوادهش؟ چرا مثلا بعضی این مردهای ما به نونهال بیاد میدن که بگن ام الفساد، نمیدونم ام این. بابا اینا خودشون ام الفسادن، اینا خودشون واقعا از مادرای، از پدرای به وجود اومدن که اصلا فکر نکنم، یعنی واقعا حیوان که حیوانی اینطوری نیست. فقط میخوام آقای انصاری، من نمیدونم شما موضوع برنامه‌تون چیه، فقط میخوام بابا اینا شیعه نیستن به خدا. اگر شیعه باشن، خب شیعه، اصلا من شیعه و سنی رو قبول ندارم. بابا پیغمبر کتاب آسمانی قرآنی که در اختیار ما قرار داده، خب ما به جایی که ازش پیروی کنیم، از اصحابش، از بزرگانش، از اونایی که اسلام رو زنده کردن، اگر ما یعنی واقعا ادعا میکنیم مسلمونیم، خب بله، پس باید پیغمبر رو دوست داشته باشیم، اصحابش رو دوست داشته باشیم، نور چشمش رو دوست داشته باشیم، صدیقش رو دوست داشته باشیم، فاروقش رو دوست داشته باشیم. درست. این علی و عمر و عثمان ابوبکر نداریم، اینا همش یار پیغمبر بودن. اینا اسلام رو برای ما آوردن، یعنی اسلام ناب بهترین دین تو دنیا رو برای ما آوردن. ما چرا بخواستیم باشیم اینا توهین بکنیم؟ به خدا اینا شیعه نیستن، اینا اصلا انسان نیستن. آقای قزوینی و نمیدونم چی، به خدا اینا اسلام رو خراب کردن. یا نمیدونم او آقای علایاری، واقعا اصلا علایاری او شب نگاه هر کس توهین به عمر کنن، ما رو به فیض میرساند، ما رو نمیدونم شاد میکنن. بابا چی شادی؟ تو توهین به اسلام میشی، تو شاد میشی؟ تو از کدوم نژادی؟ تو از کجا اومدی که تو واقعا شاد میشی؟ این چطوریه؟ فقط آقای انصاری، من تنها خواهشی که از شما دارم، بابا از رشادت‌های این مردان دلیر بگید. تو واقعا این ملت بفهمن بابا عمر کی بود، علی کی بود، برای چی اومدن، برای چی از دنیا رفتن، برای چی نامشون تا الان جاودان است. تشکر میکنم برادر عزیز. من پیشانی شما رو میبوسم و اگر شما شیعه هستید، منم افتخار میکنم که مثل شما شیعه هستم، شیعه واقعی علی.
عزیز من به خدا شیعه و سنی اصلا هم سنی نیست، سنته. اونا دارن پیروی از کار و افکارهای پیغمبر اسلامو میکنن. سنی چیه؟ شیعه چیه؟ بابا کمک کن به 2 تا بدبخت مردم ازت راضی باشن، خودش کافیه. نمیخواد ببین من شیعه من سنیه، اینا چی عراجی با ماله چی بهت بگم، مثلا مال 2 تا انسان واقعا عقلشو شیشه این کارا رو میکنن دیگه. انسان سالم و بالغ فکر نکنم این کارا رو بکنه. اینا واقعا انسان نیستن. شما خواهشی کسی دارم هیچ وقت به شیعه یا توهین نکنید. اینا شیعه نیستن، اینا انسان نیستن. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز و گرامی. وقت شما رو نمیگیرم که خیلی بینندگان عزیز من میدونم که واقعا خیلی مشتاقم صدای شما رو. من الان 1 ساعتی دارم با این گوشی خودم کرنجال میرفتم که صدای همچین دلنواز شما رو بشنوم. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. زنده باشین شما. به خدا میسپارم. زنده باشید. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا